مهمان اول ما جناب آقای کاظم دارابی هستن، شهروند ایرانی که 15 سال و 64 روز به نوعی در گروگان دولت آلمان بودن، در سلول‌های انفرادی بودن و سال 86 آزاد شدن. ما بد نیست برای تقویت حافظه تاریخی خودمون هم که شده هر از جنگاهی این سوژه‌های تاریخی بازخوانی بشه، چون که همین یک ماه پیش هم بود که رهبر انقلاب توی یکی از سخنرانی‌هاشون باز به ماجرای میکنوس اشاره کردن و از این جهت من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و امشب میزبان شما هستیم. با سلام به ابر تروریست عالم امکان، امام قاتلین و مرجع تقلید تروریستای برون مرزی، مقام عظمای ولایت. بنده کاظم دارابی هستم، معروف به کاظم سلاخ. ما رفته بودیم آلمان تا مردم اونجا رو با ارزش‌های ولایت آشنا کنیم. همه الزامات آشنایی رو هم برای بچه‌های سفارت ردیف کرده بودن. از کرد بگیر، گوله بگیر، صدا خفه کن بگیر. خلاصه همین وسط کار بودیم. گفتیم بریم قهوه خونه میکنوس یه چای دیشنمه بزنیم روشن شیم. چای اول نه چای دوم یهو حس والفجر 4 بهمون دست داد. ارزش‌های ولایت زد بالا، ما پرچم ولایت رو کوبیدیم وسط میکنوس. بعد دیگه دشمنای نظام شروع کردن به تبلیغ و اومدن دادگاه رو انداختن و علیهمون شهادت دادن و در حالی که هیچ کدومشون تو اون ماجرا هم نبودن و در واقع به صورت غیابی داشتن شهادت دادن. آره دیگه بابا، اونجا تو قهوه خونه هر کی بود و ما کشتیم، اصلا کسی رو نذاشتیم. معلوم نیست اینا کی بودن، از کجا اومدن اونجا شهادت دادن. ما به رگبار بستیم هم برون. حالا اگه کسی بخواد جزئیات این داستان تلخ و البته پرفراز و فرود زندگی شما رو ببینید در اون دوره 15 ساله حبسی که داشتید و بخونه در جریانش باشه، طبیعتا همون کتاب نقاشی قهوه‌خانه‌ای که کم چند سال پیش آمریکایی سلیمر چاپ کرد بهترین و جامع‌ترین کاری هستش که در این باره منتشر شده. نخورید، نخورید، کتاب ما رو نخونید. هیچکی طاقت خوندن این کتاب رو نداره. بلاهایی که اینا سر ما آوردن اصلا عجیب و غریبه. کارهایی با من کردن اصلا نمیتونم به زبون بیارم. شبا وادارم میکردم بخوابم، صبح وادارم میکردم بیدار شم، صبحونه میدادن، نهار میدادن. بعد میگن تو نظام ولایت بعدی حقوق بشر نیست، در حالی که تو ایران نه نهار هست، نه شام هست، نه صبحونه. به جاش بعد آدمو میزنن که خیلی خوبه. منو اونجا زندانی کردن آقا، منو زندانی کردن. میفهمید؟ تو جمهوری اسلامی همون اول آدمو اعدام میکنن، آدم راحت میشه. تو زندان اینترنت پرسرعت گذاشته بودن برامون هیولا، هی مدام تهاجم فرنگی میکردن بهمون. یعنی میخوام بهت بگم مذهبمون رو در آوردن. بسیار خوب. من همچنان فکر میکنم که این واژه حقوق بشر چه واژه در واقع مظلومیه یه جهتیه. آی گفتی من ببینم برای مظلومیت این واژه حقوق بشر. پس این حقوق بشر ما رو کی میدن؟ مقام عظما. میدونم دست تنگه اما لامصب. آخه ما یک قهوه خونه رو برات به هم ریختیم، اضافه حقوق نخواستیم، اما این حقوق بشر ما رو بده لااقل. 3-4 دقیقه فرصت ما دارابی، اگر نکته هست بهمون جنبندی بفرمایید. جنبندی چه جنبندی زاگاریتیه. یعنی چی بگم آخه؟ این همه توبو و کرنا کردیم، فرانسه هل، فرانسه بل، حاج ابراهیم تلفن زد، دیپلماسیش ترکون، اما تحقیقت ترکون درمون که. خلاصه حال خوبی نداریم حاجی. من خیلی دلم میخواست حاج قاسم بود 2 تا بمب خوشگل میداد دست منو استرلا، با هم میرفتیم برلینی، پاریسی، لوکسامبورگی، یه طرف و طرق درست حسابی راه مینداختیم. کاخ سفید و هیئت میکردیم، تو شانزلیزه با علما لیز میخوردیم، زیر برج ایفل مدعی میکردیم. خلاصه آرزوهامون زیاده، اما فعلا که لنگار و حواس امامه عزبا رو دست جمعی چسبیدیم باد نبره. آبا چی بگم؟ در صورت خیلی ممنون آقای دارابی، تشکر می‌کنم. خوشحال شدیم که امشب دعوت ما رو پذیرفتید و خلاصه در خدمت شما بودیم.